سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. میریم سراغ شروع کار. در مرحله اول ما باید سطح کارمون رو کامل با سنباده بصابونیم تا هیچ برجستگی روش نباشه و کامل صاف بشه و آماده بشه برای رنگ‌آمیزی. حالا باید گرد و غبارش رو تمیز بکنیم. خب من کامل سنباده زدم. حالا دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یا اینکه کامل بگیرید زیر شیر آب و بشوریدش که مطمئن باشید دیگه هیچ گرد و غباری روش نمیمونه، چون وقتی میسابیم خب گرد و غبارش بلند میشه و اگر تمیزش نکنیم با رنگمون قاطی میشه و کارمون خراب میشه. یا اینکه میتونیم با یه دستمال نمدار روی سطح کار بکشیم و تمام گرد و غبارش رو پاک بکنیم. اگر زیر آب شستید باید خیلی زمان بهش بدید تا خشک بشه. شاید حد اکثر 1 روز نیاز باشه تا کامل خشک بشه، ولی با دستمال نمدار توی چند دقیقه خشک میشه. برای همین حالا من از این مورد استفاده میکنم. کامل تمام گرد و غبارش رو مطمئن بشید که پاک کردید. پشتش رو هم سنباده بزنید، چون برای تمیزی و کیفیت کارمون اگه پشتش هم رنگ‌آمیزی بکنیم خب خوشگل‌تر میشه. میذارم چند دقیقه خشک بشه، حدوداً 10 دقیقه، و بعد بریم سراغ آماده کردن بیسش برای رنگ‌آمیزی. مرحله بعد ما یک مقدار چسب چوب رو باید با آب رقیق کنیم و به عنوان زیرساز کارمون بزنیم روی سفال. برای این کار شما یک ظرف پلاستیکی بردارین و چسب رو داخل اون با آب قاطی بکنید. همونطور که میبینید من کامل چسب رو با آب رقیق کردم. حالا میخوام بزنم روی سفال. چرا این کار رو میکنیم؟ به خاطر اینکه ما باید با استفاده از این چسب چوب رقیق شده یک لایه یا یک سطحی روی سفالمون ایجاد بکنیم تا رنگمون کمتر به خورد سفال بره و راحت تر رنگ آمیزی کنیم و نیاز نباشه که چندین لایه رنگ بزنیم تا نشون داده بشه. بعد از اینکه کارتون تموم شد حتما قلموتون رو با آب بشورید و خشک کنید، چون اگر چسبش بمونه و خشک بشه قلموتون از بین میره. الان تقریبا 1 ساعت گذشته و کار من خشک شده. حدودا باید 1 ساعت نیم ساعت به زمان بدین تا خشک بشه و چکش بکنید. اگر دیدید کاملا چسب خشک شده حالا میتونید کارتون رو شروع بکنید. برای شروع حالا ما به طرح نیاز داریم. من این طرح رو انتخاب کردم و میخوام پیادهش کنم روی سفالم. قبل از انتقال طرح شما میتونید که 2 تا تصمیم بگیرید، یا اینکه کاملا بیستون رو رنگ‌آمیزی بکنید، یعنی رنگ زمینتون رو بزنید بعد طرحتون رو انتقال بدید و طرح رو رنگ بکنید، یا اینکه از همون اول طرح رو بکشید و جدا طرح رو رنگ‌آمیزی کنید و بعد زمینه رو
دور تا دورش رو رنگ بکنید. مرحله اول شاید براتون راحت تر باشه. خوبیش اینه که مثلا اگر رنگ سفید به زمینه بزنید و بعد طرحتون رو بندازید و بخواید رنگ‌آمیزیش بکنید، اون رنگ هایی که برای طرحتون میزنید خودشون رو روشن‌تر و شفافتر نشون میدن. برای زمینش من رنگ سفید انتخاب کردم. شما هر رنگی دوست داشتید میتونید بزنید. یک مقدار رنگ سفیدم رو ریختم داخل پالتم. حتما باید رقیق بکنید و بزنید روی بیستون، به خاطر اینکه اگر غلیظ باشه رد قلمو میمونه روی کارتون. الان برای من این خوب، نه خیلی شلش بکنید و نه اینکه سفت باشه. یه چند بار که رنگ بزنید دستتون میاد میزان رقتشو. یه چند دست باید رنگ بکنید تا کامل پوشش داده بشه. هر موقع یه لایه رنگ کردید و خواستید لایه بعدی رو بزنید، حتما باید صبر بکنید که کامل خشک بشه، بعد لایه بعدی رو بزنید. به خاطر اینکه اگر رنگ زیریمون هنوز خیس باشه و ما لایه بعدی رو بزنیم، با قلممون اون رنگ زیری هم برداشته میشه و اصلا خراب میشه. برای همین باید کامل صبر بکنید خشک بشه و بعد دوباره لایه بعدی و بعد به همین ترتیب. الان این خشک شده. رنگ اکریلیک خوبیش اینه که خیلی زود خشک میشه. حالا لایه بعدی رو شروع میکنم بزنم. میتونید لایه دوم رو خلاف جهت اون قبلی رنگ بکنید تا هر جا که مونده کاملا با رنگ پوشش داده بشه. الان میبینید بازم لایه زیریش پیداست. من چندین مرحله باید رنگ بکنم تا اون پوشش دلخواهم رو به هم بده. من چند دست رنگ زدم تا اون پوشش دلخواهم رو گرفت، پشتشم رنگ کردم. این کناره هاشم حواستون باشه که رنگ بکنید حتما. خب حالا نوبت انداختن طرح هست. فقط نکته‌ای که باید دقت بکنید اینه که ما چون از این سوراخ‌ها می‌خوایم آویزش بکنیم، باید طرحمون رو طوری بندازیم روی سفال که این طرحمون همراستا با سوراخ‌ها باشه که اینطوری صاف بیفته. از اینجا اینطوری یه علامتی بذارید که بدونید اینجا بالای طرحتونه. می‌بینید من یه علامت گذاشتم. شما به یه کاغذ پوستی نیاز دارید که بندازید روی طرحتون و چاپش بکنید. من یکی آماده دارم برای اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه. ببینید این شکلی وقتی بندازی روش کاملا پیداست. خب بعد با مداد رنگش میکنی، میکشی و وقتی که چاپ شد این شکلی شد، پشتش رو یا میای کامل سیاه میکنی مثل این، کامل میای پشتش رو سیاه میکنی که مثل کاربن عمل بکنه و میندازی روی سفالت. حالا اونجایی که علامت زدی رو دقت میکنی، اینجوری با چسب فیکسش میکنی روی سفالت و پررنگش می. فقط حواستون باشه که خیلی حالا دست نمالین که چون پشتش کامل سیاه‌ست و شما زمینتون رو رنگ کردید، این سیاهی ها نمونه روی سفالتون، کارتون خراب بشه. یا میتونید از این روش استفاده بکنید که راحت تره، یا که بیاین اینو که کشیدین از روی طرحتون این شکلی چاپش کردین، پشتش رو هم دقیقاً بیاین بکشین بدون اینکه سیاه بکنین. دقیقاً بیاین پشتش رو هم بکشین و بعد بندازید روی سفالتون و برای اینکه تکون نخوره حالا یه چسبی بزنید و اینطوری با دستتون محکم نگهش دارید و روش رو باز دوباره بکشید که اینجوری طرحتون میفته باز روش. حالا هر کدوم روش رو خواستید امتحان کنید، ولی خب چون ما زمینه رو رنگ کردیم این روش یکم بهتره. این ممکنه یکم کثیف‌کاری بشه، حالا باید دقت بکنید دیگه. میبینید به راحتی طرح من افتاد. حالا این جاهاییش که احتمالش گفتم خیلی زیاده که سیاه بشه و کثیف‌کاری بشه، یا میتونید با پاکن یا اینکه
با یه دستمال خیس پاکش بکنید.